ببینم الان یعنی همه چی بینتون تموم شد؟ خب آره. دلت براش تنگ نمیشه؟ الکس معلومه که دلم براش تنگ میشه. من واقعا درک نمی کنم چطور میشه دو نفر همو دوست داشته باشن و اینقدر راحت از هم جدا شن. چون این بهترین کاره. ببینم اگه بعدم پشیمون بشی چی؟ ببین من همه تلاشمو کردم. من جایی برای کاش نذاشتم. پس حداقل خوبی ماجرا اینه که اونی که ته داستان قرار حسرت بخوره من نیستم. من واقعا درک نمی کنم چطور میشه دو نفر همو دوست داشته باشن و اینقدر راحت از هم جدا شن. الکس از هر دو نفری که از هم جدا میشن یه نفرشون هیچ وقت اون یکی رو دوست نداشته، فقط